دوم راهنمایی بودم که برای اولین بار اسکلت بدن رو توی آزمایشگاه علوم دیدم. محو تماشاش شده بودم، چشم ازش بر نداشتم و اونجا بود که فهمیدم دوست دارم دکتر شم. بعد از اون هر وقت با مامان پشت درای مطب میشستیم تا نوبتمون بشه، تمام حرکات دکترا رو رصد میکردم و رویا میبافتم و خودمو تو لباس سفید پزشک حاذقی میدیدم که به طرز معجزه‌آسایی درمان تمام بیماری ها رو تو آستینش داره. دکتر خالصی یکی از پزشکایی بود که دوست داشتم جا پای اون بذارم. پزشکی شیک پوش و با دیسیپلین که همواره رو پوشش اتو کشیده بود و صندل‌های سفید براقی پا داشت. با طمأنینه از پشت میزش بلند میشد، به بیمار و همراهش سلام میکرد و میپرسید خب چی شده؟ ما هم همیشه با آب و تاب تعریف میکردیم که یهو باد اومد و رفت تو گوشمون و دردمون شروع شد. دکتر خالصی هم همونطور که با لبخند برای معاینه گوش ناسور ما سرشو خم میکرد میگفت باد نمیتونه عفونت ایجاد کنه. منم با دهنی باز مونده از شگفت زدگی نگاهشون کردم و تو دلم میگفتم اوف عجب دکتری. به قول مامان دکتر خالصی درساشو خیلی خوب خونده بود. منم خوب درس خوندم اما روپوش پزشکی به تن نکردم. حالا با خودم میگم اگه باد باعث عفونت نمیشه، شاید روپوش سفید رویاهای منم لباس قنادی بوده. از کجا معلوم؟